نفری که این نوا را نشر کرده است میگوید حمله از سوی هواپیماهای روسی صورت گرفته است و این برای اولین بار نیست. تصدیق این گفته ها از منبع‌های مستقل غیر امکان است. مسکو بارها اتهامات از سوی این کشور بمباران شدن انشاءات شهروندی سوریه را رد کرده است. شهر الجناح سوریه در بین ولایت‌های ادلیب و حلب در منطقه جایگیر است که تحت نظارت شورشیان ضد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد قرار دارد. نیروهای هوایی روسیه و سوریه پیوسته به این منطقه ضربه میزنند. در این اواخر هواپیماهای نیروهای امریکا نیز در اینجا فعال شدند. به گفته نظامیان امریکایی، آنها گروه‌هایی را بمباران می‌کنند که در گذشته شامل حرکت ممنوع القاعده بودند. در ولایت همسایه هومس که از سوی نیروهای دولتی نظارت می‌شود، اخیراً کارمندان سازمان صلیب سرخ کمک بشردوستانه رساندند. تقسیم کمک در شهر الکریتین که تقریباً در 100 کیلومتری تدمور یا خود پلمیر جایگیر است، به وقوع پیوست. منطقه های اهالی نشین سال گذشته از جنگجویان گروه دهشت افکن به نام دولت اسلامی آزاد کرده شدند. اما تا کنون شرایط زیست در این جایها خیلی بد بوده، مردم از نبود آب آشامیدنی و نیروی برق رنج میبرند.